روزی جمعه مقامداران بلندپایه روسیه ایبنامای شهروند این کشور ماریا بوتینارو کامilان بеасос номида و исрор داشتند که او تحت تعقیب ҷурмро به گردن گرفته است. بوتینا در دادگاه آمریکا اعتراف کرده است که به حیث جاسوس روسیه عمل میکرد. سخنگوی کرملین دیمیتری پسکوف گفت که ایبنامه بوتینا کاملا پای در هوا است. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف بر این نظر است که بوتینا گناه را بر عهده گرفت تا زودتر به وطن استرداد شود. Я понимаю эту женщину, она находится в тяжелейших условиях уже много месяцев. من حال این زن را درک میکنم. او چندین ماه باز در وزنین ترین حالت قرار دارد. میتوان گفت زیر شکنجه است. شب می شود که او را از خواب بیدار کرده به بیرون برای سیر میبرند. روز دیگر او را در اتاق مجرمین تنها جای میدهند و غیره. به فکر من هدف از این تعقیب شکستن اراده این زن و به گردن گرفتن جرمی بود که او اصلا صادر نکرده است. И вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершает. روز سه‌شنبه بوتینا یک اتهام و آن تشکیل دسیسه را بر عهده گرفت. او اقرار کرد که با دستور یک منصبدار روسیه سعی داشت که در گروه حامیان اسلحه آمریکا جای گرفته همچون جاسوس روس در میان فعالان این گروه نفوذ پیدا کند.